بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نی عزیز و بزرگوار براسان و حاضرین مجلسان، دیم شهر خبر جا داری که ما الله متعال شکر بجا بیارن و خدای عزوجل سپاس بگوشن به خاطر فضل و کرم و الله مهربان نعمتن که به مشمع داتا. هزاران نعمت خدای عزوجل داتا و فرمایش کرده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بلوٹت خدای نعمتن حساب کنید، شما نتوانید حسابش کنید، یعنی قادر نو حسابش کنید. به خاطر چیه؟ به خاطر که خدای نعمت بازن. نی عزیز و بزرگواران، خدای عزوجل به نهایت نعمت داتا و مردم بعض وقتا زمانی خیال کپی که یکیش نعمتش دست دند، یک لیوان آب چین کسین توی ارزش دارید، ولیشی کدرا مردم زمان زند که تو نک بید و هاپ مبی که بوارد چین که مهمین. به هر صورت نی عزیز و بزرگواران، نعمت سلامتی، نعمت سعادت خدا داتا و توفیق داتا که مشما مروچی جمعه روچه به خدای گسا جمع بیان، یه توی نعمت خدای عزوجل. لذا جا داری که ما خدای شکر بجا بیارن. نی عزیز و بزرگواران، نماز جمعه گوشتش حج فقرائن، فقیران حجن. نماز جمعه یه نماز جمعه دیمه نماز جمعه تنه نماز جمعه یعنی مردم شرکت کن، هرچی گناه وسط کرده خدای عزوجل به برکت نماز جمعه معاف شکن، زیان شکن. و چین کسین فواید و ثواب دارید. در احادیث است که هر کس مثل شما بزرگانیا اول وقتا پا نماز بیت، این کسین ثواب رسی که گویا یک هشتری به خدای عزوجل را قربانی کرده. هر که دیرتر بیت گویا گو که در راه خدای عزوجل قربانی کرده. بعضم دیرتر به گویا پسش در راه خدای عزوجل قربانی کرده. بعضم دیرتر به گویا مرگی در راه خدای عزوجل خیرات کرده. و آخرین گروه همرگ اندازه ثواب رسید. و گویا فرشته وقتی که امام به خطبه لگی، فرشته دفتر دران بندن و گوش کشن. به هر صورت یہ سعادت بزرگی که الله مشما را توفیق نماز داتا، سلامتی داتا، مشما بیمارستان نکبتگن، مشما خدا نکرده به بدین جای نوان، مشما الله گساونی توین فضل و کرم و خداوند سپاسشن. نی عزیز و بزرگواران، یہ ماهی که مشما وارد بودتگن به ماه تا نام انت ماه سفر، دومین ماه ساله، اولین محرم گوڑا سفرند و مقدار حوادثی که در این ماه تا اتفاق کبتگن من شما خدمت عرض شکنین. چیزی که مهمند، مثلا یکی از وقایع مهمی که به این ماه تا اتفاق کبتا حادثه بئر معونه اند. به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ایشان زمانه گا اتفاقی کبت که اینام بئر معونه اند. حادثه چون بود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم 70 نفر شوتی بهترین یاران، بهترین صحابان که سواددارتند، ایشان جمع کرد. گوشت شما برید فلان و فلان فلان منطقه بیرنگ دعوت دین دید، پا دین اسلام دعوت دید و پا بازین سردار قومان سردارنا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نامه نوشتد بمیشان دسته دا که او دا که رست و بدایتش که دعوت به دینه که بیاید اسلام قبول کند. یک گروه 70 نفری شدند به همه منطقه که رست، یک منطقه رست استراحتش کرد و
یک دو نفر دیمشتا که شما یه نامه برد به سردار بدهید. یه نامه رای برد از سردار که وانت نامه را دی پیغمبر خدای گنوک بود، باز دشمنت گو پیغمبر و اسلام، لذا قاصدار یا قاصدان کشت و توارکو که یلا جنبید. ای قوما استقبال نکرد، شیدگه پسرندن شد دعوت داد، جمع کو 100 نفر و بعضی روایت 1000 نفر جمع کو، یا لشکر توین جمع کرد، حرکتش داد. ای همه روایتی جا استراتش کو که یکو لشکر رید بسرش و یه 70 نفره که 2 نفر شتت وشتران چارینن، ما بقیان گردن جا تریتش کو گردنش کشت. آدویانه که وشتران چارین حیران بودن که همه همران سرا کرکس لاشخور گردند. لاشخور عادتی که وقت هونه بوا بوشکن جمع بیامودا گوده یه حیران بوده تا نزدیک دیسه به امرانش کشته و لشکر و داست. یه دویانه نه مملکو یک دستگرش کو یک کرش کشت، یک که سرار تراشتش چون گشت تا قریش یترا نکشن ویلش داد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اموده که نشتاد خبر بود که ایشان گو ای خدا تا همه سلام به پیامبر رسین. و پیامبر خدا ون سلام را دریافت کو و انا لله روان و صحابان گو شما دوست گرد شهید بودن. 70 نفر بهترین صحابان و در جته بودن، اما یک که رکتت یکین که رکتت همیرن در رات هات به مکه نزدیک که 2 نفر برخورد کرد. سوجو که شما گجام کوماو ایشان همه قوم نامه را گفت که ایشانش کشتد، شما فلان قوماون. یه طور عصبانیت که یه دویان نجات کشت و نزانت که یه دویانش پیغمبر امان نامه داشت، پیغمبر خدا بر دویان امان نامه داتد. گوره که راستند و ده گزارشند پیغمبر خدا ناراض بگوشت یه دویان من امان نامه داتا باید ایشان هونان ممدین بست و اون دانش. لذا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شروع کو به وشتر جمع کنه، 100 وشتر پار گو جمعی شروعش کو وشتر جمع کرده نارا. دیگه قوم یهودی اند که قوم بنی نظیرت نامه احمد مکه تا مدینه منوره تا مثلا مدینه منوره تا چون که قوم یهودی اند، یک قوم بنی نظیرت آچوم گو پیغمبر هم پیمانتا که غم و شادی ما گو تا کمک کنن. لذا یش هم پیغمبر خدا تعدادش وتی صحابان زورت گوشت بران بنی نظیر یا گوشت که وتی کمک به مشما بدهند که مشما یوان بات وانم دهند. شما سر که پیغمبر خدا چین که به عهد و پیمان وفادارت قوم یرگین ظالم قومی بود که آنکه صحابارش کشتد، ولی پیامبر گفت چون اما عهد کرده اما ایشان وانا دین بواون دانش. گوره پیامبر خدا و یه هاتم بنی نظیر قلعهش داشت، توی کلاتش داشت، کلات وارد بودند و آوان آورد به سیایگ کلات پا پیامبر و اصحابان چیرگه جدور داد یا ما سیایگ نشتند. ایشان گفت که ما رون مشوره کنن و وتی کمک کنن کارن. پیامبر خدا و یه نشتتن یه شوتم مشورهش کو گوشت بهترین فرصت پیغمبر خدا میده وقت گوتی پاداناتا مشما بیده کشن مشما خیال راحت بید. بعضی گو نه ما کشن خوب نیمش به زندگی ساعت گوشت نه یه فرصت نباشه دست برود. خلاصه موافقتش کو 2 نفر را معمورش کو تبرش برزگه سنگ توینت اما را هول ده پیغمبر خدا سرا کپی تو تمام بی. خدای عزوجل پیغمبر خدا را خبر ده که یرگین جریانه بوده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با وجودی که خدای طرف حمایت بود، خب سیاست هم باید مردم داشته بید. پیغمبر خدا گوشتن اگه گوشتن یلا جید که شمارش کشت اون درانه بس گردنش کشت. پیغمبر خدا استاد شوتی جا امیر قدم جد اینگو آنگو قدم جد اصحابه نشتتا مدابر شدد. پیامبر خدا قدم جد آخره وانمودی کو که من پا وضوی مثلا در کپین یواشو کش در بود مچان تلوتو که مثلا من وضوی گرین. پیامبر خدا شمود سری
و ترا رسیم به مدینه منوره شهره تا یه هرچه نشتن صحابه دیست پیامبر خدا نیاد گورا ایش هم مجبور بودن بروان گورا پیامبر خدا پا بنی نظیر پیغام داد شما خیانت کو به ما و شما عهد پروشته شما را 10 روز مهلت داده که ملکا در بید که قصه طولانی اینن سری جنگ بنی نظیر شمیده اتفاق کرد شمی واقعا که بحث مفصل اینمی عزیز و بزرگواران دیگه اتفاقی که بری مایتا کبت فتح خیبرت فتح خیبر هم یکیش مهم من حوادثانت خیبر یک قلعه و یعنی منطقه یهودی نشینتن یهودیان مرکزت و دکنه یهودیان بعدش جنگ احد مثلا شدند و دکنه جمع بودند و یهودی مثلا کم کم شی مدینه منوره چی گلین تا شدند نمود جا گبتند و یهودیان یک نقشه توین رید که پا اسلام نابود کرتنه یهودیان خیبر بودجه توین اختصاص داد مزن پا لشکرکشیه که لشکرکشی کنن و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و ایشانش پیامبر مدینه منوره لذا خیبر گروه یهودی در کپتن هاتن به مکه مکرمه مکه قریشانش جمع کرد و آوانش گو که ما یک طرح دارن که مدینه به طور کامل اشغال و نابود کنن و کل هزینه گو مایند خرجا لشکر اما دیان توی این بحثه که مثلا آوان کسمش آوانشان کسم ده که شما کسم بورد که شما همه حق دارترن همه بر حق پیغمبر بر باطلن آوان کسم وارد و لذا یهودیان توی این نقشه اجرا کرد گوشت 4000 نفر شما قریش نیرو دید 6000 نفر هم مشا غطفان گرن 10,000 نیرو آ وقتی تا توی این لشکری ود مشما ایشان کشان به مدینه منوره مدینه گو خاک یکسان کنن پیامبر و ایشان گردن شبین برن لذا ایشان یک جنگ جور کو به باز توی این جنگ شما بزرگن وشکتا جنگ خندق یا جنگ احزاب جنگ احزاب جورش کو پیامبر خدا سرا پیامبر و اصحابان سرا هیچ جنگ سختر شا جنگ احزاب نو 10,000 نیرو آتد مدینه محاصرهش کرتد پیامبر وشه خندق جتد خندق پشتا سنگرش گفتد گو تعداد کم نیروه براز خطرناکت که قرآن مجید شید مثلا مردمان جان به خنجره جان به گوتش رسته شتروسا و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا مسلمانان سرا سکه مشکل کبت تا یک ماه جنگ احزاب طول کشید تا که خدای عزوجل آوان شکست داد نابود کو یہ بخش تاریخ بعض شنیدنی چیزی که شما بزرگ آینده مطالعه کنید که مسلمان چین که صبور بودن چین که زحمتش کشته گوره ایشان جنگ احزاب شکست و بعدش جنگ احزاب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شد پا عمره بجا بیارن شد که نبود عمره نشت کافران پیامبر خدا یه برگشتن گوشته برام پا خیبر جانا که خیبر عاد پروشته لذا مسلمان هاتن به خیبر و خیبر ثروتمند جایت یهودیان مرکزت مسلمان هاتن و دا جهادش کرد و خیبر فتحش کرد یه باز توین مثلا پیروزی مهم میود که مسلمان به دست و یه پیروزی به همه مایتا به دست داد مسلمان ثروتمند بودند غنی بودند بعد فتح خیبر ولذا فتح خیبر یک کش بزرگ چیزان است شما قرآن مجید تا سوره به نام سوره فتح دارد انا فتحنا لك فتحا مبینا فتح مبین گجامد که بعد صلح حدیبیه همیشه که خدای عزوجل مسلمانان نصیب کرد فتح بزرگی که مسلمانان حاصل کرد مزن ملک و سرزمین مسلمانان دست کرد مزن پول و سرمایه مزن گنج و خزانه مسلمانان دست کرد ولذا یک کش چیزانت که به همه مایتا اتفاق کرد نی عزیز و بزرگواران دیگه اتفاقی که برای مایتا کبتا
اسلام عمرو بن العاص و خالد بن ولید. خالد بن ولید فرمانده نظامی بزرگ قریشت و عمرو بن العاص هم سیاستمدار بزرگی od قریش تا. یشان خدای عزوجل هدایت کرد و اسلام را به دل نادین. یه هر دوین هاتند به همه میتا راستن به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. مسلمان که دی باز خوشحال بودند که یه دو فرمانده مزن فرماندهان بزرگ قریشند. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم چین که خوشحال بود، لذا عمرو بن العاص و خالد بن ولید آتن گو پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیعتش کو گوشت یا رسول الله همه دیمه هر کاری که ما کرتم ما را بخشا. پیامبر خدا گو اسلام قبلی ننوات بخشایی مشکل نداری. گوشتم ما دیمه بر ضد اسلام جنگ کرتانو به نفع اسلام. لذا پیروزی بزرگی وقت پا مسلمانان یه هر دوی بزرگان اسلام آورتن. خالد ابن ولید فرمانده وقت براز قوی فرمانده وقت که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایش کو شمشیرش شمشیرای خدای عزوجل. خالد به هر میدان تپاد بلشته و دا پیروزی حتمیت با قهرمانی و شجاعت جنگی کرد. لذا یه دویم بزرگوار همیت مسلمان بودند. یه هم یک حادثه خوبی بود. دیگه حادثه که کمی تلخت اتفاق کرد، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مریضی به همه میت شروع بودند. همه می آخر پیامبر خدا مریضی شروع بود. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مریض بود. صحابه به مسجد جمعتن سرگردانتن. پیامبر خدا تپ شدید انگبت سردرد داشت مریضت و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به حضرت عایشه گوشت ای عایشه همه لقمه که من به خیبر تاورتا همه هر سال من اذیت تکن امبران من فکر کنیم نی دل رگب سندید. خیبر فتح مسلمان که فتح کو خیبر همو دا نشتتن یک حاجزه یهودی ناجزه شتاد یک شنک کرا کشتت کباب کو سوج کو که پیامبر گجام قسمت گوشته دوست دارید. پیامبر خدا بردست را باز دوست داشت. لذا یه شد اما مثلا شنک کر گوشتان زهر جد و به بردست گشتر زهر جته. ایشتر کباب کرد و هاورت به پیامبر خدا و صحابان دیمهشت. گوشنه گتا یه بزرگوار شروعش کو به وارتنا پیامبر خدا میں لونکا را جابت یکو توی کو گشت لونکا تو کنید. شروعش کو لونکا توش کو یک که حولکیت آیو بسلا وارته یه برد لونکا را. گولا پیامبر خدا حاجزه را لوٹت گشت تا پچیش را زار جتا گشت کی شما را خبر کو گشت خداوند خبر کو. گولا گشت که من لوٹتو اگه تب پیغمبر به خدا وقت را نجات دادن. پیغمبر ما به شتی شرام مرات بیان. پیغمبر خدا گو برا گم به عاجزه شد کمو که نگوستد آی که لونکار یر برتد نانگه من آی حالا به هم وارتو آی دنیا شد فوتی کرد. گولا عاجزه را گبتش دواره قصاصش کرد. پیغمبر خدا و حضرت ابوبکر بعض مریض بودند. گولا رگش شد و مثلا حجامتش کرد گرانگ و هوانان کثیف درش کرد دیگه ظاهرا خوب بودن ولی هر سال همه وقت تا پیامبر خدا مریض بود و پیامبر خدا به حضرت عایشه گفت که امبرانی خیبر لونکا امکان داریم نید دل رگات سندید و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مریض بود و به ماه ربیع الاولش دنیا ریلت کو شما بزرگانوش کتاب. دیگه حادثه که در یه ماه اتفاق کرد بعد شریعت حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر جانشین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بود و شروع کرد و تمام کافر مرتد بودند. این گروه جنگ و ماه سفر آینده نوکن سال سفر حضرت ابوبکر رضی الله عنه به تمام مرتدین اعلام جنگ کرد. گو تمام کافران که تمام شبه جزیره عربستان گردش اسلام برگشتتن فقط منطقه مکه و مدینه و بحرین آدگه گرد قبائل اسلام برگشتتن چنکه پیغمبر ظهور کرد. پیغمبر دروغین یک پیغمبر یمن گفتد
اسود انسیت مثلا دیگه پیغمبر نام طلیحات، یکی مسیلمه کذابت، یک عاجزه به نام سجا. لذا چنکا پیغمبر از ظهور کرد، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به تماما اعلان جنگ داد و صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم قهرمانانه در کپتن و گو گردن جنگش کرد. جنگ با مرتدین شما گنده چونه توی کاری که صحابه پیامبران انجام داد، گردن شکستش داد. و سختترین جنگی که مسلمانان تجربه کرد جنگ با قبیله بنو حنیفه. قبیله بنو حنیفه قوم بعض جنگجویند و یش مسیلمه کذاب پیرو بودتن. مسلمانان با چه شجاعت جنگ کو، بعض مسلمانان شیوترا تا پاده ساغا دفن کرتد به آکان تا که اما همین که مجیان اما کار مهم میکرتد، اما وقتی جای سرا بوشتن یعنی تنی اندازه سکت. بنو حنیفه بعض جنگی نتن. مسلمانان جنگ کرد و جنگ کو به زحمت شان شکستش داد. عقب نشینی کو مسیلمه کذاب دیم پا یک تویم باگ داشت نامارش تا حدیقت الرحمن که مسلمانان بعدن ای نامارش حدیقت الموت، باغ مرگ. عقب نشینیش کو به باگه تا شدن درانش بس توی دیواله داشت. گوره صحابه انگو که چون کنن مشمایشان به زحمت شکست داد هنو نفس آوتی تازه کنن دوارک مشمال جنن. گوره یک که گو من یک کاری کنین، شما من به اسپر سرا سپر سرا کوشتین، شما من گو نیزگن چیز کنید، من نی دست به دیوالن رسی، من اترا به وسط تشیر ردین، اگه من توانین درا پشما پاس کنین شما وارد بید. یہ صحابہ یہ حملے انتحاری ہوت بے اصطلاح ایک شعائع انتحاری حملہ به دشمن جائز نہیں، بعض ہمیں دلیل لگی. یہ صحابہ ریشان چیز کو دیوال باز برزینت گو سپرا گو نیزگا برزش کرد، یہ وہ دست رست و ترهیر دا تو جنگ کو امیر جنگ کرد، درار پاچ کرد. مسلمان مثل سیل وارد بودن به باگه تا جنگ هولناک در بین مسلمه پیروان و مسلمانان جنگتن تا یک مسلمه کذاب مودا کشته بود و یه جنگ به پایان رست. لذا صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پدینا به نهایت زحمت کشته. الله متعال مشمار شاون پیروان قرار داد. نی عزیز و بزرگوار براسان مطلب دیگر مهم اینن آیا مثلا مشما خدا مکن ظالمن یا نوان؟ هر انسان مشما هر یک که شما فکر مکنید مثلا بعضش من حاکم نوان ما حکومت ندارین، مشما هر یک که شما که دانشتگن یک حکومت داری یک که بگوتی خانواده سر حکومت جنوزاگن سر مشما حاکمن، مثلا بعض قومه سر یک قوم سر حکومت تکن، سردار معنا چند یک قوم سر حکومت تکن. مشما هر یک که بیک شکل من مثلا کلاس سر حکومت تکنی وتی مثلا ما درسه مشما سیر کنن آیا مشما ظالم هستن یا نوان؟ مشما رفتار تکین باز مهمن. خدای عزوجل ش ظلما بد کد، ش ظلما خدا را خوش نید، به ظالم سر خدا ظالم مسلط کن و امکان نداری کسی ظلم کند خدا دیگه ظالم را بسر بیارید. بیوس سر خدا هیچ کسی ظالم را نیاری مگه یک آوتی اندازه ظلم کن. مشما بررسی کن بعض وقت مثلا مردم گندی به حیوان سرک زبان بسته این حیوان بعضی مثلا چین که ظلم کنه مشما، بعضی وقتی خانواده سر ظلم کن، بعضی مثلا زیر دستن مشما به هر شکل ظلم کنن. بعضی وقتا من فکر کنی مثلا مشما مگه زور مرسی ظلم کنن، مشما ظلم کنن قومی جنگان تا شما دیسته چه ظلم کنن مشما به هم دیگر سرا برای کشتش مثلا برای جنتش بی آبروش کنید بی گناه یه ظلم نه گوره چی امنی. عزیز و بزرگواران ظالمان خدای عزوجل جند. یک حکایت بلوچی کتاب تمن ندیست قصه مرگین شی حضرت موسی علیه السلام یک جای شد لاتین زاگو که دی که گوازی کنه گوام دیگر کم مکاکشتره شد تا یک زاگ کورند یک گوات گوازی کن. حضرت موسی علیه السلام دل سوت
گوشت ئەی خدا ئیشرە پەچێ چەند مترەدا کێشە برۆ گۆزاگا گوازی کەن خدای عەزەوەجەل گو ئەی موسا من وەتی کارانەوە تەزانین ولی پەتی خاترە مشکلێ نیشتە چەند مەدین خدای عەزەوەجەل چەمانە بیناک و یەکگالێک و شوت حەزرەتی موسا خۆشحال بوو تو شوت چینکە ڕۆچ گواست حەزرەتی موسا پەمان منتەقات گوشتە سەیرکەنی نەماڕۆچین کۆر چۆنەکەن حەزرەتی موسا سەیر کوتە لۆگە سۆی ئاڕۆچین کۆر چی بەلایە زاڵمێن یە زاگو کەنە گۆنەدەن گیتش کاریت سەرێش بێ ئاپێ تاکە لەگەت تو کەجە نەمیک تەنگسارەوی هیرشەدەن کەپی دیگەرێ پەدا دیگەرانەگی تو کاریێمێر یەک کە سەرێش بێ ئاپێ تاکەن گوڑا حەزرەتی موسا زود خەشمێوە گوشتە ئەی خدا پەچێشرە کۆرە نەکەنێ دەرجا کۆر بوت زاگرێتن بسەرێ لاشەیش کوەتی بێرانش گرت لزەمنی عەزیز و بزرگەوارە مەشما سێلکەنن وەتی ڕەفتارە مەشما وەتی کردارانە سێلکەنن ئایا ما زالم هەستن یان نەوان زمانی مەشما توانە مطمئن بێ کە مەشما گردە ئاهادی جامعە یەک جامعەیە گردە مەشما عادل بەیەن مەشما عادل کەرن ئین الله یأمر بالعدل مەشما عەدالەت هەر وەختێک و ئاغا نی سیادا زوڵم کورتە من مەلامەت تێکەنین من ئایی هەکادین گوڑا مەشما توانە مدەی بین عەدالەت هەیە لزەمنی عەزیز و بزرگەوارە نیە مەسەلەیە باز مهمێنن کە مەشما باید رعایەت کەنن و هەر کەسێ زوڵمەکەن خدا زالمترێ بسەرێ کاریت حتی حکومەتتانە خدای عەزەوەجەل نابوو دەکەن گو زوڵما هەر کفرێکەنن گو کوفرا خدای عەزەوەجەلان کە کار نەداری ولی زوڵم و بێعەدالەتیە خدا قبولە نەکەن شما تاریختا وشکنت فلان حکومتێک و یەکۆ زاڵمێشە گوجا چێس بوود هات ڕیشە گەرت چێ تویشان نابوودی کو یە هەمێ زوڵمەی نەتیجەیە مردم زوڵمەکەن خدا دیگە زاڵمێرەشە گوجا کاری تو نابوو دەکەن مەشما دیت چینکا پادشا سەدامی هاتات غەزافی هاتات خدا بزانە لە منەوشی زاڵمەتە ولی چ زوڵمی هاتمەشە دەستەش بوتەت خدا دیگە زاڵمێرە بسەرێشا و مسەلەتی کو لزەمنی عەزیز و بزرگەواران مەشما وەتی ڕەفتارە ما سێلکەنن یەنەیەک حتمما مردم مەشەڵە ممکنی منی دەستە نەرەسی بێ مردمێ سەرا زوڵم کەنین حیوانن سەراز دەست و نەرەسی زوڵمەکەنن شما بزرگن وشکتا یەک شەیرێ جالبن که من پشمه خدمت وانینه که یک بزرگی به نام شبلی شعرا یک مقدار گله گفت برده کو برت بکوا و ده سیل کو تا یک مورین که سرگردانک جید گوره شپین وابا نگفت گوشت مروت نب یه مردانگی نیه که مورین که ده سرگردان بی منش راورتا پدی همی مورین که زور تو بو به سر کو بجهه من شاعره اقوانی پشما یکی سیرت نیک مردان شنو اگر نیک بختی و مردان رو که شبلی زهانوت گندم فروش بده برد و انبان گندم بدوش نگه کرد و موری درن غلدید مورین که دیسته که سرگشته هر گوشه می دوید ز رحمت برو شب نیارست و خفت شب نتوانت بوسپید به مأوای خود بازش آورد و گفت پدی برگردند گوشت مروت نباشد که این مور ریش پراکنده گردانم از جای خیش مردانگی نه که من یه موری که سرگردان بلین دیگه جایه تا گجاد ده مثلا بزرگان ارگه فکر کرتم در ادامه شعرشی میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است یک موری که را آزار مده مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی به پایش در افتی چمور ظلم مکن تا ظلم بسلامه وقت جامعات مثلا گرد از ظلم مکنن عدالت کنن گوڑا وقت تا خدای عزوجل کمک کن بوتی نصرت تا ندیه مدن نیازیز و بزرگوارن یه مطلب مثلا من شمیه خاطر یادتاو که یادآوری کنین مشما وقت سیر کنن وتی کردارن مشمه منطقان تا بعض وقتا چونین ظلم بید پسانش دوزتت شوانگه را کشتت به چای تا ایرداتت بعد بخت شوانگه پوتی موزا مثلا یه ظلمه نه اینگوره چیه دیگه شب واتساپیان تا مندیست مهاجر اوگانن و دا منطقه تا زندگی یکم بدبخت کارگری آتا و دو کنه زاگانش گروگان کرتا گوشته این که میلیارد پول بیار در غیر صورت اما تی زاگا کشن
کیند نی براسن تی براسن خدا بزن مشمه جنده مردم مشمه منطقه تا زندگی کنن. لذا یه ظلم مثلا و خدا ناراضه بشه ظلمان گروگان گرند افراد بیگناه را برن کشنتش پپوله خاطره یه ظلم اینه گوره چیه به نهایت ظالمی این کارن و مشمایش زانن یه نه که مشما نزاننش مشما درستش کنه ولی شی چوم نیست یاد منی چیه نوشین. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایش کو انصر اخاک ظالما او مظلوما و تی براسا کمک کن اگر ظالمی وت یا مظلومی وت. صحابان گو یا رسول الله اگر مظلومی بیم ما زانن که چو کمک کنه و ظالم هم اگر بی که کمک کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایش کو ظالم دسته سراگیر که ظلم کند یه کمک که توی نمبرایی. لزمنی عزیز و بزرگوارم مشما باید بوشتن مثلا ظلمه دیما زوره دیما ناحقی دیما تجاوز دیما اشی دیما مشما ود بوشتن تا مشما منطقه اصلاح بید. یک روز یک مجلس و توین مشروط نمود پاتی آید من برالیم دوزان که مردمان پسان مالان دوزان مردم ایرانن من خبر داتم مثلا گوشتون مشما باید ایشان دیما گیرن گویا که من رادک بودم یک بنده خدای پنی پشت سر هات گوشت چی اولوته من گفتم شیعه میشان بالاخره مشما دیمش گیرن گوشت گردن پس همیدان اشتاتا ما بزرگان اکتوشه دوز آوان پس همیدان اشتاتا یعنی مشما درستش کنن. لزمنی عزیز و بزرگوارم مشما وقت بایدش مشما اگه وقت عدالت تا رعایت کنه خدا مشما سرا کمک کن خدا نیلی که دیگر مشما سرا ظلم کن حکومت تن دیما خدای عزوجل وقتگی نابودش کن. لذا مشما وقت باید اندازه حرکت کنن. قدیم اسپیریش و سردار نامن که منوشکتشی که یک گو کرش دوزتت پما منطقه تا برتت شی تورگی ایشی بداوت همی سردار جن امای گوکه پدانه حاکان جمع کو به تورگ تاکو که شوتی ملکا دورش کن که خدا ایده عذاب دیم مدند. آرگی مردم بوده که وقت تارگی نه به سلام سوادش داشته نه چی کتابش وانتا ولی این کسش زانته که خدای عزوجل عذاب دیم مدند. لزمنی عزیز و بزرگوارم مشما تک تک بوتی اعمال و کردارن فکر کنن. هر وقت پمشما دردسر جوړه بی پمشما مشکل جوړه بی من که یه رنگ ول شما را نزنید من ری فکره تا که من گجاد ده خطای کو خدای دم نگفت و تی خطا مردم ودی کن امکان نداری که مردم وقت مشکل ما داشته بید خدای عزوجل برای مشکل بیارید. لزمنی عزیز و بزرگواران یک دانشمند کافر نوشته غیر مسلمانه نوشته نه در هوا نه در زمین نه در قعر دریا جای نیست که انسان از نتیجه کردار اعمال خود در امان باشد. هر چی بکشن همه را درو کنن. لذا مشما باید تصمیم گیرن شمایی که بزرگوار و شما اولیاء خدا و مشما گرده خدای عزوجل دوستن مشما که نماز وانه مشما که خدا را دوست داره خدا مشما را دوست داری. مشما تصمیم گیرن که مشما شاید و بعد ظلم نکنن. جایی که مردم دست رسید مثلا ظلم کن دست که نرسیار که ظلم نکن وقتی مشما گرد ظلم کنه خدا دیگران ظلمان ود دیمه شگید نیلی به مشما سر ظلم کنن. الله متعال شوتی گنج و خزانه مشما ملت روزی حلال دن و مشما رو ود توفیق دن که مشما عدل و عدالت تا رعایت کنن. وقت عدالت بید خدای عزوجل نصرت مشما سر سرازیر بید. الله تعالی مشما رو شوتی نیکیم بندگان قرار دن و مشما را دنیا و آخرت تا سربلندی عنایت بفرمائن انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.